قدرت‌الله شادیف مهاجر 35 ساله تاجیک در روسیه 2 روز اخیر 15,000 روبل کار کرد. مبلغی که نصف ماهانه اوست. این پول در پی برفباری زیاد در مسکو به جای این مهاجر تاجیک ریخت. در چند روز اخیر در مسکو به حد برف بارید که به گفته اداره آب و هواشناسی روسیه تاریخ کشور یاد ندارد. بلندی برف در منطقه‌های گوناگون روسیه تا نیم متر می رسد. قدرت‌الله شادیف روز 7 فوریه بر رادیو آزادی گفت در پی برفباری زیاد تکنیک‌ها با تازه کردن راه‌های اساسی بند شدند و ساکنان روسیه برای پاک کردن راه‌های اطراف منزل زیست با کمک مهاجران احتیاج پیدا نمودند. قدرت‌الله 3 سال باز در ولایت مسکو در یک بستانسرا به حیث پاسبان کار می‌کند و بیش از 40,000 روبل معاش می‌گیرد. او گفت برفباری زیاد به او شانس کار کردن مبلغی علاوه‌ای را داد. مهاجران رو گفت دادن که مثلا از بومای خانه‌ها فرقن، مثلا جدا بسیار خانه‌ها هستن که بومشون چقدر خیلی هوار هست. خودم که همین شب تو ساعت 11 شب تازه کردم. همسر و 3 فرزند قدرت‌الله در تاجیکستان قرار دارند و او میگوید برای فراهم کردن شرایط خوب به فرزندان باید بیشتر کار کند. اکثر مهاجران تاجیک میگویند حالا سردی هوا در روسیه به بیش از 10 درجه میرسد و در این شرایط کار کردن برایشان بسیار دشوار است. معمولا اکثر مهاجران تاجیک در زمستان به تاجیکستان برمیگردند و تنها افرادی که مثل قدرت‌الله شادیف که پاسبان و کارهای دائمی دیگر دارند در روسیه باقی میمانند. شریف ستارف مهاجر دیگر تاجیک گفت 3 ماه اخیر در روسیه بیکار بود ولی در پی برفباری زیاد کار پیدا کرده است. در کاری آنها خدمت رسانی نو نیز پیدا شده است. برای تازه کردن راه ماشین از خانه تا راه کلان از 1000 تا 1,500 روبل و تازه کردن برف بام خانه‌های یک آشیانه تا 4,000 روبل پرداخت میکنند. شریف میگوید حالا برفباری قطع شده است ولی حالا نیز پاک کردن محل‌ها از برف ادامه دارد. در میان مهاجران از این برفباری از همه بیشتر راهربانی که رسمی کار میکنند رنج زیاد و فایده کمتر دیدند. کاری آنها از معیار بیشتر شده است ولی درآمدشان تقریبا بی تغییر است.